پکنه بینی دراز. در یکی از شهرهای آلمان پسرکی زندگی میکرد. او یاکوو نام داشت. پدر او موزه‌دوز بود و مادرش در بازار سبزوات میفروخت. پسرک همیشه به مادرش یاری میرسانید. روزی به دکان آنها یک پیرزنی بدصورتی لنگی آمد. وقتی که یاکوو بینی دراز و کشک مانند او را دید سخت خنده‌اش آمد. اوچه بینیش را بین، چه خیلی بینی دراز. با تو بینی من معقول نیست، گفت کمپیر. بیا با من یاری ده، کرم را تا خانه‌ام رسان، مزدت را می دهم. پسرک سبد پیرزن را گرفت و آنها پس از 1 ساعت به یک کوچه تنگ و افلاس به نزد خانه‌چه ویرانه رسیدند. پیرزن پسرک را به خانه‌اش درآورد و خدمتگارانش را فریاد نمود. به نزد او سنجابچه‌ها و موش‌های دویده آمدند که با 2 پا راه می رفتند و در تن لباس آدمی داشتند. تو بشین، من برایت خوراک میپزم، گفت پیرزن. خانه‌چه را بوی فارم و با مزه شوربا فرا گرفت. پسرک گرسنه بود. او شوربای با لذت را با اشتها به خوردن درآمد. آخرین قاشق را خورد و سخت خوابش برد. او خواب دید که به سنجاب مبدل گشته است و باید به پیرزن 7 سال خوراک بپزد. در طول این 7 سال او آشپز پیرزن بود. روزی پسرک جیوان پیرزن را گشاده از درون آن رستنی عجیبی را یافت. بوی این رستنی و بوی شوربای با لذتی که او خورده بود سخت شباهت داشت. او این گیاه را بوی کرد و سخت عطسه زد و بیدار شد و به بیرون دوید و به سوی بازار به نزد مادرش راه گرفت. مادرش در جای معمولی خیش نشسته سبزوات می فروخت، اما سخت غمگین و مایوس بود. یاکوو به مادرش نزدیک آمد و خواست او را به آغوش بگیرد. اما مادر او را سخت تیله داد. به تو چی لازم؟ پکنه بدرو. مادر جان، من یاکوو، پسرک تو، گفت او. تو بد شکل آمدی که به حال منی کمپیر بخندی. مادر زار گریه کرد. پسرکی بیچاره نمیدانست که چرا مادرش این طور رفتار میکند و به خانه به نزد پدرش شتافت. شامتان بخیر، چی حال دارید؟ گفت یاکوو به پدرش. احوالم بد، گفت پدرش. او هم پسرش را نشناخت و با او سرگذشتش را نقل کرد. 7 سال پیش پسرکی یگانه من را زال کمپیر از بازار دزدید. 7 سال است که او نیست. آه کشید پیرمرد و پسرک فهمید که خوابی او حقیقت بوده و او 7 سال در خدمت کمپیر بوده است. و بوی رستنی سحرناک او را
پکنه تبدیل داده است. خواست این همه را به پدرش نقل کند، اما پیرمرد به سر او داد زد: بیرو اکنون، به من خلل نرسان. یعقوب بیچاره در شهر سرسان و آواره می گشت. مردم از پس او می خندیدند و مسخره‌اش می کردند. او در خانه پیرزن هنر آشپزی را خوب آموخته بود. بنابراین به قصر گرزک آمد و پرسید که آیا به آنها آشپز لازم نیست؟ تو پکنه بد شکل آشپز؟ خیر بیا ببینیم که تو چه خیل آشپزی. گفت سرآشپز. در قصر گرزک آینه های مجلا و بزرگ آویخته بودند و چون پسرک عکس خود را در آینه دید به دهشت افتاد. او به یک پکنه کوزه پشت بد صورت و بینی دراز تبدیل یافته بود. قد پکنه به دیگ نمی رسید. برای او کرسی گذاشتند و او به پختن مشغول شد. سرآشپز خوراک پخته پکنه را چشید و به حیرت افتاد. خوراک خیلی بالذت و خوشبو بود. خوراک را در طبقهای نقرگی به گرزک بردند. وقتی که چشم گرزک به یعقوب افتاد از خنده رودکن شد، اما وقتی که خوراک او را خورد با قناعتمندی گفت: عالی جناب، در قصر من میمانی، آشپز شخصی من میشوی. نام تو پکنه بینی دراز. و پکنه هر روز برای گرزک خوراک های بالذت می پخت. روزی یعقوب از بازار 2 قاز فربه خرید. ناگاه یکی از قازها به زبان آدمی به سخن در آمد: مرا به کشتن نده. اگر مرا کشی خودت هم هلاک می شوی. آنا معجزه، شما گپ زده می توانید خانم؟ حیران شد پکنه. من میمی، دختری سحرگر ویتربوک. گپ پدرم با جادوگر زنی گریخت و جادوگر زن مرا به قاز تبدیل داد. گفت دختر. نترس، من تو را آزار نمی دهم. گفت پکنه. یعقوب میمی را به کلبه‌یک خودش برد و برای او قفسی خوبی ساخت و هرگاه که از کار فارغ می شد به خانه به نزد او می شتافت. برای او شیرینی ها می آورد. آنها به یکدیگر سرگذشت غم‌انگیزشان را حکایه می کردند. روزی به قصر گرزک یک دوستش به مهمانی آمد. گرزک به او آشپزی نوش را تعریف کرد و دوستش از او خواهش کرد که پنیر ابرک آسمانی را بپزد. پکنه خیلی به اضطراب افتاد، زیرا این گونه پنیر را او در بار اول می شنید. او به کلبه‌اش برگشت و خواهش دوست گرزک را به میمی نقل نمود. من این پنیر را یاد دارم. گفت میمی. میدانم که آن را چگونه میپزند. پکنه پنیر را آماده نمود. دوست گرزک طعم پنیر را چشید و گفت: یک نارسایی دارد. گیاه عدسزنک نمی رسد. به این گیاه پنیر لذتی ندارد. ای پکنه، اگر پگاه
این گیاه را یافته از او پنیر نپزی سرت را از تنت جدا میکنم. گفت گرچک. پکنه مایوس به خانه آمد و به میمی امر گرچک را گفت زیق نشو، مرا شبانگاه به باغ بر، من این گیاه را میشناسم، برای تو پیدا میکنم. گفت قاس. ماهتاب شب در باغ قاس او را به سری باغ به ساحل کول آورد و در پسی هلبوها کافتن را خواهش نمود. ناگاه پکنه همون گیاه آشنا را دید که در خانه پیرزن دیده بود. گلک سرخی برگ و پایش سبز. این همون گیاهی است که مرا به پکنه تبدیل داده بود کو؟ گفت پکنه. شاید اکنون مرا به اصل قدیمی هم تبدیل دهد. پکنه گیاه را به کلبه‌اش آورد و سخت بوی کشید و معجزه بینی کلان و درازش خرد و راست، قامتی بدشکل و کجش بلند و زیبا، قدش دراز. او اکنون به جوانی زیبای و برنای تبدیل یافت. من اکنون میتوانم به خانه‌ام به نزد پدر و مادرم برگردم، اما تو را اول به نزد پدرت میبرم، زیرا من این گیاه را با یاری تو یافتم. گفت جوان. یکو میمی را ناعیان از قصر بیرون برد و به خانه پدرش رساند. پدرش سحرگر او را از جادو رها کرد و او به دختر نازنین تبدیل یافت. سحرگر با کمال منتداری به یکو تنگه و طلای زیاد داده به او عرض احترام خود را رسانید. جوان با سحرگر و دخترش خیر و خوش نموده به کلبه یکی پدر و مادرش برگشت. پیر و کمپیر از خرسندی جای نشست نمی یافتند. آخر پسرک گم شده اشان را به آنها خدا برگردانید. آنها خوشبخت بودند. شما هم خوشبخت شوید.